در عرفه انتخابات وکیلان به مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان که سنه 2 مارس سال روان برگزار می‌گردد در شهر باختر واخوری راهبران حزب‌های سیاسی تاجیکستان و نامزدهای پیشبری شده از حوزه انتخاباتی باختر 26 با انتخاب کنندگان از شهرهای باختر، لیوکند و ناحیه کوشانیان دایر گردید. گزارش امان‌الله بختیارزاده در این خصوص. در شهر باختر واخوری راهبران حزب‌های سیاسی تاجیکستان و نامزدها به وکیلی مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان از حوزه انتخاباتی باختر 26 پیشبری شده با انتخاب کنندگان شهرهای باختر، لیوکند و ناحیه کوشانیان برگزار گردید. نخست رئیس کمیسیه حوزوی انتخاباتی باختر 26 امان‌الله اشورزاده چاره‌بینی را حسن افتتاح بخشیده تدبیر مذکور را برای معرفی برنامه‌های پیش از انتخاباتی حزب‌های سیاسی تاجیکستان به انتخاب کنندگان مهم و سریع نامید. سپس طبق ترتیب معین رئیس حزب اگراری تاجیکستان رستم لطیفزاده، رئیس حزب دموکرات تاجیکستان شهباز ابرار، رئیس حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان غیاث‌الدین اشورزاده، رئیس حزب کمونیست تاجیکستان مهراج عبداللهیف، معاون رئیس حزب سوسیالیستی تاجیکستان مرتضی احمدزاده و رئیس کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ولایت ختلان جمشید سعیدزاده به سخن برآمده برنامه‌های پیش از انتخاباتی خود را به انتخاب کنندگان از شهرهای باختر، لیوکند و ناحیه کوشانیان معرفی نمودند. آنها عاید به هدفهای برناموی حزب‌ها به انتخاب کنندگان معلومات داده با نظرداشت روند سیاسی و اقتصادی و فرهنگی جهان رشد با نظام مملکت را در همه ساحه‌ها تاکید نمودند. همچنین برآمد کنندگان حفظ استقلال دولتی، تحکیم وحدت ملی، ثبات سیاسی، امنیت ملی، رسیدن به هدفهای استراتژی و در مجموع فراهم آوردن شرایط سازگار زندگی به اهالی تاجیکستان را مرام خود نامیدند. حوزه انتخابات باختر 26 با دستگیری به واسطه مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلان و شهر باختر اولین هاش در واخوری حزب‌های سیاسی و نامزدهای برای مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان پیشبری شده را با انتخابات برگزار نمود. چون که شما امروز دیدین تمام راهبران حزب‌های سیاسی جمهوری تاجیکستان در واخوری با انتخاب کنندگان در شهر باختر اشتراک داشتند، با برنامه‌های خود برآمد نموده پهلوهای برنامه خود را و هدفهای خود را به انتخاب کنندگان فهمانده دادند و باور دارم که انتخاب کنندگان شهر باختر، شهر لیوکند و یک قسم ناحیه کوشانیان در روز انتخابات از روی واخوری امروزه خلاصه خود را برآورده و نامزد لایق خود را انتخاب می‌نمایند. در ادامه واخوری نامزدهای حزب‌های سیاسی تاجیکستان به وکیلی مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان از حوزه انتخاباتی یک مندته باختر 26 به انتخاب کنندگان معرفی کرده شد. در آخر کمیسیه حوزوی انتخاباتی باختر 26 اطلاع داد که بهر در سطح بلند سیاسی و حقوقی برگزار گشتن انتخاباتی در پیش ایستاده تمام تدبیرهای لازمه اندیشیده شده. واخوری نامزدها به وکیلی مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان از حوزه انتخاباتی یک مندته باختر 26 در شهرهای باختر، لیوکند و قسمتی از ناحیه کوشانیان ادامه خواهند یافت. امان‌الله بختیارزاده، عبدالقهار همراخانزاده برای برنامه اطلاعاتی اخبار.